این مادر همراه این برادر عزیز همراه او پدری که در غریبی باز گفتم درد او را برادرای غریب میفهمه به خاطر پدر یک دستگیری میکنه فرزند کلان شیرمرد خونه که چندین سالها یک گردش وقتی میبرن عضو میکنن قاقش دیگه یک گردش میگیرن گرده دیگه باشه متاسفانه عین حال 30% کار کرده سای امید وقتی دید که خیروگی بود اونجا اپیراسیون کردیم شد یک ماه ما قطعیم بچه اونجا خورفتون بالسده سان که اگر مبلغی در کاری جمع نشود منزلی که از پدر و مادرشون موندگن با فروش میمونن به خاطر که به خاطر فرزند بین همه کسا دستگیری میکنیم تا که همین پدر و مادر در مسکو یگون بیزنس دارن یا مردی کارن مردی کارن با مونند یعنی قدر نفرای برادرای غریبی که نگاه کرده سن استرویکا دا کار میکنن به خاطر همین فرزند با همین خاطر از همه احترامونه خواهش میکنم در همین نوار لایک کامنتر دریغ ندارن هر کسی که با پول مالی دستگیری کردن نمیتونه نوار با دوستا برای فقط Rahim Production. سلام علیکم رحمت الله برداران و خاران عزیز. امروز درباره یک بیماری صحبت میکنیم که در پوست میشود و این نام داره ویتیلیگو. این نوع بیماری یکی از بیماری های قدیمی ترین بوده در لغت به معنای سفید شوی پوست یعنی پسی می باشد. و سبب های اساسی این نوع بیماری دو چیز است. یکی کرمی اسکریت که در جگر می شود و یکی ترسیدن سخت. و طبیبانی که از گیاه دواها آماده میکنند برای بیماری سفید شوی پوست یعنی برای بیماری ویتیلیگو دو نوع دارو را برای ما و شما پیشنهاد کردند. یکی به نام کارول کوژا که خیلی داروی مشهور است و یکی دیگری به نام پیگمنتو که به همراهی تبلیت کشید. اگر شما درباره این بیماری پوست باز معلومات بیشتر گرفتن میخواهید بر رقم‌های در تگ نوار بدن نویسید. در رحمت الله باشه. السلام علیکم دوستان و هواداران سونای رایم پروداکشن. دوستان عزیز امیدوار هستم تنسیت و خانواده هستین. امروز ما قرار داریم در شهر دوشنبه دهه چهارباغ با دیداربینی دادر عزیز آمده ایم که پدر در ملک غریبی برای فرزند کوشش کرده است مادر باشه در وطن عزیز در رودم یک به حیث سانیترکا کار میکنه به خاطر فرزندشون با همون فرزندی که طول چندین سالها یک گردش وقتی میبرن عضو میکنن قاقش دیگه یک گردش میگیرن گرده دیگه باشه متاسفانه عین حال 30% کار کرده است نیاز به جراحی داره نیاز به جراحی در دولت‌های خارجه داره نه اینکه در وطن عزیز با همین خاطر از همه احترامونه خواهش میکنم در همین نوار لایک کامنتر دریغ ندارن هر کسی که با پول مالی دستگیری کردن نمیتونه نوار با دوستا برای فقط پنگ کنین. امروز می‌داریم قصه درناک مادر عزیزه همراه دودرچه عزیز که از کدام سبب این خیل حالت با دودرچه عزیز میسر شده پر قصه را میفهمیم هر کسی که در چهارباغ میم ای احوال دودر عزیز با خبر میشه. رفتیم دوستان عزیز همه کسا می‌داریم. دوستان عزیز اینک ما وارد شدیم با درون منزل زیست انمی برادر عزیز. این منزل میبینین میراث از پدر مادر با انمی نبره با پدر مادر همین موندگی. دوستان عزیز پدر مادر خواستن که اگر مبلغی در کاری جمع نشود منزلی که از پدر مادرشون موندگن با فروش میمونن به خاطر که به خاطر فرزند بین همه کسا دستگیری میکنیم تا که همین پدر و مادر یگانه منزلی دارن به منزل نشوند فرزند یگانه شون چیکار کنن جراحی کنن. حاضر می‌داریم به نزد دادر عزیز شاید که بسیار نفرا بگن که قدر خانه زیبا داره لیک باور کنیم برای سلامتی فرزند یگان چیز در نظر نمیتونه این خانه هست که امروز زندگی کردن نمیشه که یگان جبران و کوارتیرا محتاجن دستگیری میکنیم حد اقل نشید مجبورن که خانه شون باز سودا مونن. میریم بر دیداربینی دادر عزیز. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا دوستان عزیز ما اومدیم با پیش دودرچه عزیز. سلام علیکم. سازی دودر جان خوبی؟ نامت چیه؟ مکایل. چند ساله ای؟ 15. همین برادرای تماشا کردن ان شاء الله دهشون دوام میکنه که همه کسا یک مبلغ معین جمع کنن بریم تر توبت کنیم همین مادر خرسان شوه پدری که در غریبی کار کیسه برای خودت خرسان شوه ها تا میخوای رنگ دیگه سلامتیت خوب باشه بچه ضروری باشه و فر بگردی و ایسوس یگون وقت زیق میشه خیلی حالتایی میبینه که سلامتیت خوب نیست یا این خیلی زیقی میکنی ها کم زیق میشه پیش یارو دوستون میره میبینی سلامتی هم خوب ای همه چیز یگون چیزایی هست که پرهیز نخری و همه خیلی چیزها داری یا همه چی جزات های نه جدی نیوام خیلی گوشتم چیزای وزمین خوراکای وزمین ممکن نیست یا ای سلامت باشین ان شاء الله دوستان عزیز باور کنین در این سن سال باید بچه ایجا بزنه ایجا ببره خیلی دوره جوانی را میدونه که یک دوره هست بهترین لیک تقدیر الهی ان شاء الله که خداوند هر چیز را که با سر ما آورد با حکمتی داره ان شاء الله
حاضر سوال میکنیم از مادر عزیز، از مادری که انمون 9 ماه 9 روز در بدن یعنی مادر بود، آب چشم خرسنده به یک آرزو و هوس فرزند کلان کردن که امروز چیکار کنه؟ دستگیری ما شوه، یعنی پدر و مادرش. برای همین دوستان عزیز میدونین بیاین قصه دردناک مادر عزیز همراه فرزندش از زبان مادر خودش میشنویم، چون که میدونه چی گپه چیکار کردن در کار. همه کسا باز یک بار دیگر با صبر تا آخر برنامه تماشا میکنیم، خاص از برای الله. سلام علیکم مادر جان، نام نسب شما؟ ما قربان و منظوره. ای فرزندتون چند ساله ای؟ این فرزند 15 ساله. از خوردیش یگان کمبودی نداشت؟ میتونه که قصهش همون شد روشن گپ زنه که از کی شما فهمیده که یک گرده فرزند شما الکی قاق شدگی؟ این بچه ما همیشه شدگیش فقط تمپراتورا میکرد. بعدی که دختر بردیم شد گفتن که همین روی خچکدنش یتش تنگای کمد. با خیلی همی داودا کردیم ایره ما اپیراس کردیم، این پیشی جمعی در وقتش در دیست که خیروگی بود اونجا اپیراس کردیم شد. یک ماه ما قطعیم بچه همونجا خورفتون بالنسده. بعدی و گفتم دخترها که همه گرده و 50% کار میکنن نگرفتن. بعد این همه پس دارن دختر میبردیم شد کرونا ویروس که سر شد ما یه دختر نبرده، ترسیدیم که خب اگه ویروس دیگر همه خپه. و یه روز همه مکتب زنگ زدن که چقدر تمپراتوری بلند داره. برفتم دختر گذارانم که گفتن که یا گرده شده پوک شدگی. همون گرده که شما چندین پیش جراحی کرده بودیم؟ همون گرده همون گرده قاق شدگی بود. با خود 2 سال دیگه همه خود داودا کردیم، در بلنس ها خواه کردیم و درمون را بردیم اپیرات کردیم، همه گرده قاق شدگی را گرفتیم. با بعدی و با در نظارت دختر بود که گفتن که روی گرده ویش دیسته خچه باید دیسته، یعنی گرده که دیومی که شما امید به همون گرده داشتیم؟ گرده که همون اکوی قاقه گرفتیم گفتیم که این مالی چه نکنیم ساس شود که این گرده روی 30% خچه سوم دیسته روی وی کنیم. ما این را قرض کرده تشکین روی کردیم، روی تشکین قوازش وی رفت هندوستان رفت اوسو آمد، خیلی دختر همجا نشون دادیم. با این را ما قرض خواه کرده رسیه روی کرد دختر دوی کردن چی کردن اکوازی همجا ما در پلیکالون در کاره که میره جراحی کرد. مادر جون پدرشون در مسکو یکون بیزنس دارن یا مردی کارن؟ مردی کارن. با مانند یعنی قدر نفرای برادرای غریبی که نگاه کرده سن استرویکا در کار میکنن. استرویکا در کار میکنن به خاطر همین فرزند؟ به خاطر همین فرزندمون چی ماشینی داشتیم چیزی داشتیم و فروختیم برای همه صرف کردیم که سلامتیش ساز. اگر پیش از این واقعه زندگی خوب بود یگان مشکلی در زندگی نبود؟ نه ما زندگیمون تنج بود، خشاور ماشین داشتم اینجا کار میکرد. روی که همه فرزند بسیار پایوهش ورزبینه ماشیناش فروخته که رسی هم موجیر کار کنید. یعنی دین دوستان عزیز یگان کسای خرسندش غریبی نمیره و ای درد همون نفری که درد میکنه این حال در غریبی های نوارا تماشا کرده. دوستان عزیز گفتم که به خاطر فرزند پدر و مادر قربان میشوه. قربان چی میشوه که حتی تا جایی که ما همراه شوهر شما صحبت کردیم با همراه اکای امید جان گفتن که منزل زیستی که از پدر و مادر میراث موندگی به خاطر فرزند در فروش های همین چیز حقیقت داره؟ حقیقت داره که ما هم خیلی زمین فروشته موندگی که مقصد همین خیلی فروشه ما فرزند چی بکنیم. یعنی هر روز هر ساعت هر دقیقه برای شما لکه دیره یا؟ ما هر زمان در همین نمازمون دعا میکنیم که مشکلی فرزندی مورم آسان گردون. پیش ای مادر جان فرزند از خوردی به یگان کسلی دیگه گرفتار نبود؟ ساز بود سلامتیش یگان از حساب گرده تنقیسی نمیکشید پیش از همین حالتو؟ یعنی گودکیش این پیش اوکنیش کمتر پرابلم داشت. یعنی گودکیش همه خیلی مادرزاد آمده گه مادرزاد ها؟ یعنی ای همون سرچشمش ای همون؟ همون مایدکیش ای تمپراتوری بلند میکنه. اون 6 ساله بود که ما ایره دختر بوده گفتن که یه روی خچکدنش روی گرده باشته. چند فرزند دارین مادر جان؟ ما 3 تا داریم. چند پسر چند دختر؟ 2 پسر 1 دختر. الحمدلله پسر دیگری خطی دخترتون خوبن تنجا سلامتیشون؟ سلامتیشون برای شما مادر جان خینسته که هرگاهی که همسنفایی را میبینین همسال سالی را میبینین مثال یک دواده و یک خرسنده و فرزند خیتون را میبینین که یک شیر بچه 18 که الکی 1 سال 2 سال پس این مردی خونه یعنی قوت دلی شما قوت دلی پدرای
در این حالت میبینین برای شما قین نیست مادر جان؟ قین ده بچم کلان شده اگون کار کردنی نمیمونیم شه اگون جمیدنیش نمیمونیم که خلان همی کم تری دیگه در بین ما باشه. بله تا جایی که ما میدونم ختم این حال در بالنسای رودم یک کار میکنه نه؟ ها اونجا فراش شده برای خاطر این فرزندم اونجا 5 سال شد که کار فراش کار میکنه نه؟ فراش کار یک پاتون در جا یک پاتون در پیش فرزند با نگاه بین. شبایی که ما کار میرم او چم میبینی باشه. یعنی مادرتون میاد با در بالای سر فرزند شما توقع نمیمونینش؟ نه تو خانستان یا او چم میبینی نگاه میکنش با بریش هسته بریش هم خیلی سینی سال شفته 84 سال هم و یا چقدر اولینشون بلند میشه خیلی نمیتونم بوده کلا وی کلا دو کسا خطی و چم میبینن نگاه میکنن. سلامت باشین مادر جان عزیز. انشالله که اینقدر شخصیت های تماشا کردین عین حال نوار ما را امیدوار هستم که بسیار شخصیت هایی که میتونه که با پول با شما دستگیری کنن، نفرایی که نمیتونن با واسطه که لایک کامنتر میتونه که نوار با دوستا با رفیقا پارتوین. شما یگان کارتای دارین که در همه زبار ما میبینیم عیناً از ختون باشه یا ای شوهرتون؟ کارتای دوشنبه‌ستی می کارتای خدمت. این دوشنبه‌ستی در نام نسب بختونن؟ در نام نسب خدمت. چیه نام فامیلتون؟ ایما قربون و منظور ارگشون. در همه هر کس که پول پارتوی از زبربنک وقتی که میزنین نام نسب میبرویا. با کدوم نامی رو پیوست کردگی؟ با نمره 903 08 0050. 903 08 0050. انیق گفتم میتونین صفایزه که کارتا ایشما پول با شما تعلق داره، یعنی هر کسی که بگذارونه همین نمره رو زنگ زنن میتونه که بیان ای نزدیک ای احوال فرزند شما با خبر شون، نگن که این قدر کاغذ داکیومنتوی هستای فرشی و شما با همین جواب گفته میتونین همش، یعنی طبق علمی گفتهاتون حقیقت داره 100% درسته. ها یگون کارتای دیگر دارین شوهرتون در مسکو یگون کارتا داره که ای شوهرتون نمونه برای خلای پرداختن؟ نمی نمره شوهر زبربنک. این زبربنک شه ما میخونم زبربنک با نمره پلوس 7 999 505 22 68. این نمره شوهر شما یا؟ این نمره شوهر کارتا با نام نمره پیوست کرده از رقم کارتا را میخونم با پرش دوشنبه‌ستی داری پر زبربنک داری پر میبرویا زنگ زنه اول پرسن همه چیز حقیقت داره یا نه، کارتا از چون هسته یا نه، بعدا پول تو پارتوین. زبربنکش 53 36 69 02 07 15 60 78. با نام نسبی وای میبرویا قلندرов قربانعلی رجبویچ. نام نسبی شوهر شما؟ سلامت باشین مادر جان عزیز. اینم ده کارتای هر کسی میتونه تا قدر امکان دستگیری کنه. ان شاء الله با ما در نوار آینده میگیم که چی قدر مبلغ جمع شد. دوستان عزیز نگفتن اون در دولت برای جرایی کردن تیاری دیدگان این حال که مبلغ ندارن نمیتونن گفته که کجا میبریم، یکی روسیه دیگری هندوستان. با همین خاطر ما مبلغ در کار جمع کنیم الحمدلله بهتر خوبتر میشه برای جرایی کردن دادر عزیز ما. در آخر با اون افرانی که مادر جان عین حال در کارتای شما سمی خشونه گذاشتن در کامنتر در اومده در حق دادر جان دعای نیک کردن لایک موندسن با دوستاشون رای کردن چی گفتن این مادر جان؟ ما با همون دوستا هزار رحمت کلام میگیم که دمو هم خیلی دستیوری در روز میکنیم. هزار رحمت مادر جان. الله نگهبانتون باشه دوستان عزیز. ان شاء الله باوری دارم که این مادر همراه این برادر عزیز همراه او پدری که در غریبی باز گفتم درد او را برادرای غریب میفهمه به خاطر پدر یک دستگیری میکنه فرزند کلان شیرمرد خونه که تا ابد شیر بماند. الله نگهبانتون دوستان عزیز. خیر تا برنامه آینده نوارا با دوستاتون بفرستید.